سال 1978 استروفیزیک امریکایی مایکل خارت کتاب را با نام 100 آدمان تأثیر بخش دنیا به چاپ رسانید. در حقیقت این کتاب عالم امریکایی که اصلش یهود بود خیلی واقعه‌های مهم تاریخی را دارا می باشد. و چیزی دیگر آن است که در این کتاب نظری نوابسته تاریخی دیده می شود. بسیار از مسلمانان شاد شدند و فخر می کردند که در این کتاب اولین نفر این محمد صلی الله علیه و سلم است. بله، این خرسندی اول است که یک عالم که پیروی دیگر دین را می کند در کتاب خود پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم را در جای اول گذاشته است. اما باید گفته گذشت که آنجا باز نامهای دیگر به مانند هیتلر، چنگیز خان و اینچنین بودا نیز قید شده است که در جای چهارم است. خارت میخواست که بودا در جای اول باشد، لیکن پیروان وی از پیروان محمد صلی الله علیه و سلم خیلی کم بودند. لیکن باز چیزی دیگری همینجا هست که مؤلف در کتاب خود بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگر یگان نام از پیروان او را آنجا ذکر نکرده است، غیر از یک نام که وی گمان می‌برد که تنها همین نفر به تاریخ و دیگر شدن آن تأثیر داشت و این هم باشد عمر ابن الخطاب رضی الله عنه بود. لیکن چی شد با آن نفران مسلمانی که نه تنها به تاریخ دولت خویش بلکه به دیگر شوی تاریخ تمام دنیا تأثیر داشتند؟ از همین سبب یک چند سال پیش ات-توربانی تصمیم نوشتن کتاب را کرد تا در آن واقعه‌های مهم تاریخی را که رخ داده بودند جای دهد. سال 2010 این کتاب با نام 100 بزرگترین آدمان امت اسلام به نشر رسید. دوستان عزیز، البته با خواست خداوند همه برنامه‌های آینده از همین موضوع ترجمه همین کتاب به زبان تاجیکی است. انشاءالله از این نوارها ما کمی هم باشد از تاریخ و آدمان بزرگ اسلام شناس خواهیم شد. از شما خواهش تنها همین است که با ما باشید و برای پهن نمودن این نوارها یاری خود را رسانید. خداوند همه شما را نگهبان باشد. تا برنامه‌های آینده. السلام علیکم و رحمت الله.